بود و ظاهرا باید بودن. و توی دروازه یه مهار عالی و یک کار بسیار خوب از دروازه‌بان. تمرکزش خوب بود، باید توپو متوقف میکرد و این کارم به خوبی انجام داد. خیلی عالیه. به اوج هیجان رسیدیم. چه کسی میتونه برنده باشه؟ نه، او گل نزده. پنالتی خیلی بدی بود. از اولم اعتماد به نفس زدن این پنالتی رو نداشت. او نه، اون از دست داد. روز چه کسی خواهد بود. نمیتونه گل بزنه. تفاوت بین این دو تیم بسیار زیاد است، برای همین مسئولیت بازیکن و توی دروازه بدون تردید اینها برنده هستند و خیلی از رقیب خودشون با کیفیت بالاتری